بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خوبم. شما خوبه؟ استاد الحمدلله خوبیم. همین یک چند سوال ها نسبت احکام قربانی آمدگی است. همون پرسیم از پادپیسچیکای نجم سوال آمدگی است. خب استاد، یک برادر میگوید که امسال نیت قربانی کردن دارم. میخواهم دانم ثواب قربانی چقدر است؟ در روز عید بهترین عملی که انسان میکند و عملی که انسان به خدا نزدیک میکند همین قربانی است. خب سوال دیگر استاد، برادر میگوید که مرغ قربانی کنم میشود؟ قربانی اصلا از چهارپایان مثل گاو، گوسفند، شتر، بز میشود. بله تشکر استاد. خب استاد سوال دیگر، باز یک برادر میپرسد که سوال دارم، از نام گذشتگان قربانی ممکن است؟ بهتر نیست که قربانی از نام آدمای زنده شود، اما مانعی نیست که از نام مرده ها نیز کرده شود، یا اینکه هنگام ذبح کردن می شود که انسان از نام گذشتگانش نیز نیت کند، هم از نام خودش و هم از نام اهل بیتش. خب استاد بخش سوال ها بسیار شد. خب قربانی حتمی است اصلا؟ شما توان داره؟ توانایی چیست؟ یعنی پول دارد؟ بله پول داره. اگر ایشان باشد برای شما واجب است قربانی کردن و طبق بعضی مذهب ها سنت مؤکده است. فهمم. خب استاد، یک برادر میپرسد که شیخ من شنیدم که قربانی کننده مویش و ناخونش را نمیگیرد. همین گرفتن موی سر یا ناخون چخیلی است استاد برای شخص قربانی کننده؟ بله، حدیثی هست به این معنی که پیامبر علیه السلام میگن کسی که نیت قربانی داشته باشد از همین روز اولی ذوالحجه به موی سرش و ناخونش نرسد. فهمم استاد. خب مال معده کشتنی هم یگان سال معین اصلا در همین مال هست استاد؟ یعنی اگر مثلا بز کشد، بز باید 1 ساله باشد. اگر گوسفند باشد بتواند که 6 ماهه باشد. گاو باشد مثلا 2 ساله، از 2 ساله خورد قبول نیست. گوسفند از 6 ماهه خورد قبول نیست و بز 1 ساله خورد قبول نیست. فهمم. بعد استاد وقتی قربانی کی سر می شود؟ وقتی قربانی بعد از خواندن نماز عید تا غروب آفتاب روز 13 ذوالحجه می شود. بعد از نماز عید. خب استاد، همین بعضا مستفیدای خدا ما همین وقتی کشتن قربانی کردن آداب است و بعضی عرفیت ها هست میگوین یگان رویش یا آداب معین در همین کشتنی مال قربانی کردن هست استاد؟ بله البته آداب های دارد. مثلا انسان رو به قبله میستد، کاردش تیز میکند تا اینکه حیوان هنگام گولیش بریدن حیوان آزار نتید. همون 2 شاهرگ رو مثلا بریدن، حلقومش بریدن در هنگام ذبح کردن و اینچنین بسم الله الله اکبر گفتن. این از آداب های قربانی است. خب پیش از ذبح کردن یگان دعا هست؟ بله دعا هست. دعا این است که بسم الله اللهم هذا منك ولك و اللهم تقبلها منی. اگر از نام دیگر کس کنم میگه که اللهم تقبلها من فلان ابن فلان، مثلا همه خیلیت میکنه. بعد گوشت قربانی چخیل تقسیم میکنم؟ گوشت قربانی 3 تقسیم بشود. یعنی یک قسمش خودش میگیره، یک قسمش صدقه میکنه، یک قسمش برای انسانای نزدیکش میده. چخیلی پیامبر علیه السلام در حدیثشون گفتن کلوا و اطعموا و ادخروا، یعنی خورید دیگران رو و ذخیره کنید. فهمم. خب تشکر استاد، تشکر. خداوند پاداش نیکتان دهد. جزاکم الله خیرا. خب در امان خدا باشید. خداوند نگهبانتان باشه. سلامت باشه. خداوند نگهبانتان باشه.